در سوره جمعه آیت 11 چنین آمده است: و چون تجارت یا بازی بینند بعضی از مسلمانان پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بر منبر ایستاده رها کنند، بگو آنچه در نزد الله است، یعنی بگو ای پیامبر آنچه در نزد الله است از پاداش بزرگ است، از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. پس از او طلب رزق و روزی کنید و با طاعت او مدد جویید از خیر دنیا و آخرت. آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است. و آنهایی که روزهای جمعه در وقت نماز با تجارت مشغول هستند، چون این آیت سوره قرآن کریم نازل شده، برای آنها تجارت را یک کنار مانید و به نماز جمعه شتابید، چون پاداش بهترین انتظار از آنهایی که تجارتشان را ماندند و به شنیدن خطبه نماز جمعه رفتند، چون آیت نازل شده است و این از همه آن تجارت هایی که شما میکنید و ما میکنیم بهتر است. چون من بسیار برادران را میشناسم در اروپا نیست. در اروپا مسلمان ها کم هستند، اما آنها با کارفرما پیشکی میگویند روز جمعه یا برای من استراحت میدهی، یا اینکه وقتی معین وقتی نماز جمعه من میروم نماز جمعه میخونم. و کارفرما اگر که گفت اجازت، میرود نمازش را همون روز خوانده میآید. و من اکثر برادران را میشناسم که گاهی میشود که بعضی کارفرمای سختگیر میگوید که نه ما اجازت نمیدهیم که به نماز بروی. آنها میگویند برای اگر که تو اجازت نداده باشی کارت از آن خودت کار کردن گیر، من رزقم را الله هم میدهد و من کاری دیگر مییابم. واقعا چون وعده الله هست، ان همون نفرها باز کارهای بهتر را پیدا میکردند.